خداوند به نهایت مهربان است و لامکان و بی زمان، اما به قدر فهم تو کوچک می شود و به قدر نیاز تو فرود می آید و به قدر آرزوی تو گسترده می شود و به قدر ایمان تو کارگشا می شود. یتیمان را پدر می شود و مادر محتاجان و برادر می شود. حکیمان را طفل می شود و ناامیدان را امید می شود. گمگشتگان راه می شود، در تاریکی ماندگان را نور می شود، رزمندگان را شمشیر می شود، پیران را عصا می شود، محتاجان به عشق را عشق می شود. خداوند همه چیز می شود، همه کس را، به شرط اعتقاد، به شرط پاکدلی، به شرط طهارت روح، به شرط پرهیز از معامله با ابلیس بشویم. قلبهای من را از هر احساس ناروا و مغزهای من را از هر اندیشه خلاف و زبانهای من را از هر گفتار ناپاک و دستهای من را از هر آلودگی در بازار بپرهیزیم و پرهیز نمایم از ناجوانمردی ها، ناراستی ها، نامردی ها. چنین کنیم تا ببینیم چگونه بر سفره ما و شما با کاسه خوراک و تکه نان می نشیند. در دکان ما و شما کفه های ترازو را میزان می کند و در کوچه های خلوت شب با ما و شما آواز می خواند. مگر از زندگی چی می خواهیم؟ از خدا چی می خواهیم که در خدایی خدا یافت نمی شود؟ پس بیاین با الله آشتی کنیم. الله اکبر.